بیایید میسنجیم که اون نفر برای شما مهم است یا نه. چشمانتون رو بپوشید. بیایید همه با هم، من هم میپوشم. اکنون به همون نفر فکر کنید. چشمانش را، خنده ها و صدایش را به خاطر آورید. به خاطر آورید که چی آرزو داشت، از چی میترسید. به خاطر آورید اون واخوری را که زندگی شما رو عوض کرد. درباره چی ما اکنون حرف میزنیم؟ چرا شما محض آن نفر رو انتخاب کردید؟ به خاطر آورید لحظه های بهترین و خاطرمانتان رو با او. و اکنون چشمانتان رو گشایید و فکر کنید که آن شخص دیگر در زندگی شما نیست. تماما رفت. آن نفر وجود ندارد. اگر که در دل شما یگان ترسی نباشد، پس مجبور نیستید که نگاهش دارید. اما اگر ترس وجود داشته باشد، پس لطفاً رفتار بدی نکنید، چون آن نفر برای شما عزیز است.